چی میشد اگه همه ویلیجرها آیتم اوپی میدادن؟ بهترین و خفن‌ترین چیزها رو فقط میتونستیم با کمترین و بی‌ارزش‌ترین چیز بگیریم و واقعا اینجا پشمای من از این همه آیتمی که داشت یهو میداد فرخ. چون مغز این ویلیجرها رو نگاه بکن، با یه دونه گل شما میتونید یه استاک بلاک دایموند داشته باشید یا حتی گاد اپل، یا حتی میتونیم اینجا آرمونای ندرایتیمون رو با یه دونه گل بگیریم. چقدر خوبه. بعد میگن در ویلیجرها گل نگیرید، دهنشون رو گل بگیرید. آفرین، خیلی به درد میخوره. واندرین تریدر عزیزمون کمان میده با این چت خار مادر، یعنی دراگون بخوره بهمون به چخ رفته خودش. یعنی در این بعد از اینکه آیتمامون رو جمع کردیم، بسیار فایر ورکر شدیم، بسیار اندرپر لستمون بود و بسیار قوی شده بودیم، راه افتادیم به سمت دروازه پورتال. البته قبلش نگاهی میندازیم به ندر، ببینیم این ندر کوفته چی داره. وارد ندر که شدیم، یک بخشی از به چخ رفتنیامون رو نگاه میکنیم، مقداری پرواز کردیم، اندکی کار کردیم، اندکی کندکاری کردیم، اندکی دنبال. بعد از اینکه تمام اینا رو به روش خار و مادر و هینگف به چخ نشوندیم و همشون به چخ سگ خال خراسانی رفتن و همه گفتن که ای وای این حسن چقدر قوی است، تصمیم گرفتیم بریم